مات‌ها دسته‌ای از آریایی‌های مهاجر بودند که در غرب فلات ایران و در دهکده‌های مختلف مستقر شدند. کدخدای یکی از این روستاها مرد عادل و دانایی به نام دیاکو بود که مات‌ها برای رفع مشکلات از او کمک می‌گرفتند. خب این هم روستای دیاکو، جایی که مشکل ما حل خواهد شد. سلام. اگه دنبال خانه دیاکو میگردید من میتونم راهو بهتون نشون بدم. سلام پسرم، از کجا فهمیدی که ما با دیاکو کار داریم؟ خب این که معلومه، اینجا هر غریبه‌ای که وارد میشه حتما با دیاکو کاری داره. چه بچه باهوشی، بی جهت نیست که کدخدای اونا اینقدر داناست. اینجا همه دانا هستن. اما وقتیتون رو تلف میکنید مشکل شما حل نخواهد شد. چرا؟ کدخدای ما دیاکو چند روزیه که میونه مردم قضاوت نمیکنه. آخه چرا؟ خب معلومه، چون این کار باعث میشه که اون نتونه به کارهای شخصی خودش و خانواده‌اش رسیدگی کنه. اون که مثل پادشاهان آشوری نیست که کارهای شخصیشو به دیگران بسپاره. عجب. کی میخواد مشکلات ما رو حل کنه؟ نگاه کنید، دیاکو اومد. ای مردم، هرچند که میدانم مشکلات زیادی دارید و بعضی از شما نیز از راه‌های دور به اینجا آمده اید، اما باید بگویم که میدانید ما ایرانیان برای خانواده‌مان ارزش زیادی قائلیم و من موظف به رسیدگی به مشکلات و مسائل خود و خانواده‌ام و کسب درآمد نیز میباشم و به همین دلیل مدتی است که نمیتوانم به امور و مشکلات شما رسیدگی کنم. حال خود تصمیم بگیرید که چه باید کرد. ای دیاکوی دانا، ما نمایندگان بزرگترین اقوام مات هستیم و راه چاره را میدانیم. همه مات‌ها باید در یک مکان جمع شوند و پادشاهی واحد داشته باشند. ما این روستا را به عنوان محل تجمع مات‌ها و مرکز زندگی همه قبایل پیشنهاد می‌کنیم. و دیگر این که پیشنهاد می‌کنیم تا دیاکو به عنوان مردی عادل و منصف در بین قبایل مات بر ما حکومت کند. و سرانجام دیاکو به عنوان پادشاه مات برگزیده شد. خب دیگه بهتر از این نمیشد. حالا دیگه دیاکو به راحتی میتونست به حل مشکلات مردم برسه و روستای دیاکو پایتخت مات‌ها قرار گرفت و از آن پس حکمتانه، یعنی محل اجتماع مردم، نامیده شد که البته همون همدان امروزیه. مات‌ها همچون همسایگان خود ایلامی‌ها و آشوریان دژهای محکمی ساختند که بزرگترین آنها دژ محل اقامت دیاکو در دامنه کوه الوند بود که به وسیله 7 دیوار بلند محافظت میشد. آشوری های لعنتی، با آنکه ما خراج خودمان را هر ساله آنها میپردازیم، هنوز سرزمینمان جولانگاه تاخت و تاز بیشرمانه آنهاست و من دیاکو پادشاه ماتم کاری از دستم بر نمی آید. پسرم فرامارتیش، هیچ ملتی از ظلم و خونریزی آشوریان در امان نیست. میبینی چگونه ایلام را غارت میکنند و مردم آن را از دم تیغ میگذرانند؟ پدر، ما باید ارتشی نیرومند در برابر آشور تشکیل دهیم. من فرامارتیش به جنگ آشوریان خواهم رفت. آشوریان جنگجویانی کارآزموده هستند و نباید در جنگ با آنها شتاب کرد. پدر، من در پی تشکیل ارتشی کارآزموده خواهم رفت. آفرین بر تو فرامارتیش، و آنها را نابود خواهیم کرد. احسنت. البته دیاکو نتوانست به جنگ با آشوری ها برود و متاسفانه پسرش فرامارتیش هم از آشوریان شکست خورد. اما سومین پادشاه مات و بخشتر، نوه دیاکو، سرانجام ارتشی کار آزموده برای جنگ با آشوری ها ترتیب داد. تماشا کنید. بتازید رزم آوران ما. ایرانیان باید آشوری ها را شکست دهند. سرانجام
مادها با اتحاد با بابلی ها به آشور حمله کردند. آشوریان متجاوز را نابود کنید. به فرمان من هوخشتر پادشاه ماد نابودشان کنید. پیغام برای پادشاه آشور. خدایان رحم کنند، قاصد از میدان نبرد آمده. سرورم، سربازان ما در برابر سپاهیان ایرانی و متحدان آنها بابلی ها توان مقاومت ندارند. ایرانیان به سرعت به طرف اینجا در حرکت. نه پادشاه آشور که شکست خود را حتمی دید، با دست خود کاخ سلطنتی را به آتش کشید و سرانجام نینوا پایتخت آشور سقوط کرد و بدین سان دولت آشور توسط مادها از میان رفت. نام مادها در تاریخ ثبت خواهد شد. من هوخشتر آشور را نابود کردم و از آن انتقام گرفتم. چرا تاریخ همش پر از جنگه؟ همیشه هم بالاخره یکی شکست میخوره و یکی هم پیروز میشه. نه عزیز جان، حالت سومی هم وجود داره. بقای تاریخی همیشه با شکست و پیروزی و جنگ و خونریزی همراه نبوده. اگه صبر کنی موردی رو برات میگم که در آن جنگ بین دو کشور به صلح منتهی شده، البته به کمک آفتاب عالمتاب. پس از سقوط آشور دولت ماد با کشور لیدی همسایه شد. طولی نکشید که هوخشتر بنا به دلایلی در صدد جنگ با کشور لیدی برآمد. میبینی اژدهاک پسرم، اکنون زمان آن رسیده که لیدی را نیز چون آشور از صحنه گیتی محو کنیم. آنها مانع تجارت ما با سواحل مدیترانه هستند. تو نیز باید پس از من راهم را ادامه دهی و اقتدار مادها را حفظ نمایی. بله پدر، ما باید لیدی را تصرف کنیم. هوخشتر بزرگ، پیامی از جانب متحد شما پادشاه بابل رسیده و شما را به صلح با لیدی دعوت کرده. چه جوابی می‌فرمایید؟ میانجیگری حتی از طرف پادشاه بابل برایم غیر قابل قبول است. بعد از 5 سال نبرد صلح کنم؟ مادها شکست ناپذیرند. ما لیدی را شکست خواهیم داد. صلحی در کار نخواهد بود. دستور حمله را صادر کنید. حمله کنید! حمله به سوی مادها! لیدی پیروز خواهد شد! اما در میانه نبرد لیدی و ماد یک کسوف یا خورشید گرفتگی روی داد. به خورشید نگاه کنید. آنجا را نگاه کنید. خورشید دارد خاموش می شود. شده است. این باور نکردنی است. خورشید خاموش شده است. سرورم پادشاه بزرگ لیدی، این یک هشدار آسمانی است. ادامه این جنگ به صلاح پادشاه و کشور نیست. پادشاه باید هرچه زودتر پیامی برای صلح نزد شاه ماد بفرستند. در غیر این صورت هیچ دور نیست که آفتاب برای همیشه از ما گناهکاران روی پنهان دارد و ما را دچار خشم خود سازد. پادشاه بزرگ ماد، پیشگویان لیدی از این که آسمان و خورشید بر ما قهر کرده‌اند نگرانند. به همین دلیل پادشاه بزرگ لیدی به شما پیام داده است که حاضر به صلح است و ادامه این جنگ بی حاصل را صلاح نمی‌داند. ای موبد ماد، آیا چنین است؟ آیا قهر خورشید به این جنگ ربط دارد؟ سرورم، بی هیچ گمانی نشانه خشم کائنات است و تقدیر بر آن قرار گرفته که این جنگ بی‌حاصل هر چه زودتر پایان یابد و من نیز سخن پیشگویان لیدی را تایید می‌کنم.
هورا هورا، زنده باد تو، زنده باد. تازه این همش نیست. بعد از اینکه صلح بین دو طرف برقرار شد، پادشاه لیدی دختر خود را به همسری ولیعهد ماد آژیدهاک درآورد و از اون به بعد سالهای سال با خوشی و خرمی با هم زندگی کرد. نه این که یه قصه افسانه‌ای نیست. در مورد مسائل تاریخی باید جدی‌تر از اینا فکر کنی. این کتابو ببر، باقی قضایا رو از روی اون مطالعه کن و خیلی هم مواظبش باش. چه عکسای قشنگی داره استاد. هوخشتر پادشاه مقتدر مادها مدتی بعد از صلح با لیدی درگذشت و نوبت رسید به پسرش آژیدهاک، چهارمین پادشاه ماد. اما متاسفانه آژیدهاک راه پدرش را ادامه نداد. پس آن خائن که از دستورات من سرپیچی کرده تو هستی، اره؟ نه من خائن نیستم، من یک سردار ماد هستم. تو یک سردار خائن هستی و من آژیدهاک، پادشاه بزرگ ماد، تو و خانوادت را به مرگ در سیاهچال مارها محکوم میکنم. این درس عبرتی برای خائنین دیگر خواهد بود و مرگی دردناک برای آنان که از فرمان من سرپیچی کنند. نه خانواده‌ام، نه هارپاک بزرگ، مشاور دانا، از شما تقاضا میکنم به من کمک کنید. خانواده‌ام، آنها که گناهی نکردند. آژیدهاک من گوش نخواهد کرد، متاسفم. نه به خانواده‌ام رحم کنید، آنها بیگناه. نه نمایشگران را وارد کنید. خانواده‌ام، آنها که گناهی نکردند. هارپاک بزرگ، مشاور دانا، از شما تقاضا میکنم به من کمک کنید. هارپاک، مشاور ما، چرا اینقدر ابوس و گرفته ای؟ برای مرد بزرگی چون تو این اصلا خوب نیست. و برای فرمان روایی چون شما نیز کاملا بعید که سردارانتان را این گونه از خود خاموش! هارپاک، هرچند که تو پس از من قوی ترین مرد ماد هستی، اما باید بدانی که هیچ نافرمانی حتی از جانب تو قابل گذشت نخواهد بود. شنیدم که کوروش پارسی قصد شورش علیه ما را دارد و عده‌ای از سرداران خائن ما نیز به او پیوستند. هارپاک، من تو را مأمور سرکوبی این شورشیان میکنم و دستور میدم تا تمامی خانواده های خائنین را از کوچک و بزرگ از دم تیغ بگذرانی. دقت کنی مأموریت را به نفع احسن به انجام برسانی، وگرنه سرنوشت تو نیز کم از آن بخت برگشتگان نخواهد بود. حال از اینجا برو. واقعا مسخره است. هارپاک، تعریف کنی چه شده است؟ من مأموریت داده تا تمامی خانواده های سردارانی را که به کوروش پیوسته‌اند نابود کنم و به جنگ کوروش بروم. این که خیلی وحشتناک است. حال چه خواهی کرد؟ من سوگند خوردم و کاری را انجام میدم که بر اساس عدالت خواهی باشد. خب دوستان عزیز، ظلم هیچگاه پایدار نمیمونه و تاریخ گواه بسیار خوبی بر این مدعاست.